پرچم حضرت مهدی هنگام ظهور. نمیدونم تو اون لحظه طلایی ظهور بجز چهره امام زمان که سالها انتظارشو کشیدیم میشه به جای دیگه نگاه کرد یا نه، ولی خیلی جالبه که بدونیم روی پرچمی که دست امام زمانه چی نوشته شده. تو بعضی از روایت‌های اسلامی هم از شیعه و هم از اهل سنت بیان شده که شعار پرچم پر افتخار حضرت مهدی علیه السلام موقع ظهور جمله البیعة لله هست. مثلا شیخ صدوق روایت کرده که بر پرچم مهدی نوشته شده البیعة لله. از طرفی تو بعضی از روایت‌های دیگه گفته شده که البیعة لله ندایی که از طرف جبرئیل امین به گوش جهانیان میرسه. شیخ مفید از امام صادق نقل کرده که جبرئیل از کنار دست راست او ندا سر میده البیعة لله. در اون لحظه پیروان اون حضرت از نقاط مختلف جهان به سمتش میشتابند و با او بیعت میکنند و خداوند سبحان به وسیله او زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همونطور که پر از ظلم و جور شده. بله، بیعت با امام زمان همون بیعت با خداوند.